خب وطنداران عزیز، قسمی که شما ببینید ما امروز آمدیم در خیاطی ببینیم در نزدیکی آمدی چگونه است کاربار خیاطی ها، لباس ها چگونه است. ماما سلام علیکم، مزاحمت نشده باشیم. خوب هستین جان تانجو؟ بخیر هستین؟ صحتمند؟ کالا قیچی داریم دیگه؟ بله قیچی کاری داریم. آمدی دست چگونه است؟ خب دیگه نمیگه شبانه روز در نمیگه خواب هستیم کار میکنیم دیگه 10 روز دیگه باند دید دیگه تو دیگه وقت کار غریبی نیستم درید کار خیاط کار غریبی دم درید است. سلمان خیاط کارباری دم دوید. بله دم دوید است دیگه درید است. روزانه چند دونه لباس میدونید شما؟ ما برای فعلا روزانه که یک شاگرد دارم کارگر زیاد ندارم یک 10 تا میدم. 10 دونه میدونید. بله. شاید شبیدم باشین یا درست. شب و روز نمیگه کمپلا رو میبینین اما خواب هستیم میگه شب ای جای نمیریم. بله. چند میگیرین لباس؟ داره دیگه هر کدوم سندوزی داره ساده داره از 300 گفته تا 1000 و 1200 و 1500. بعد از این تیشرت باز ارزان میشه. بعد از این باز 2.5 ساعت 2 ساعت 300 بره. واسکت هم کارو برش میکنه. بله واسکت هم میدازیم. ما لازم یک واسکت دفتش 1000 پس